عکس بعدی در مورد یه مادر و 2 فرزندش هست که این 3 تا هم توسط نیروهای حماس دزدیده شدن و تا الان هیچ اطلاعاتی در موردشون در دسترس نیست متاسفانه. اما تنها چیزی که مشخص هست نیروی تروریستی حماس باید در خصوص تک تک این بچه ها پاسخگو باشه. بازم تکرار میکنم جنگ به هیچ نیستش و داخلشان نیست و همیشه هم داخلش خیلی از بیگانه ها کشته میشن. یه عکس دیگه هم داریم از یه خانواده‌ای هستش که بچه 9 ماهه و 3 ساله به همراه پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ از داخل خونه دزدیده میشن توسط نیروهای تروریستی حماس. از این خانواده هم هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست متاسفانه. میخوام بگم که حماس تا الان فقط مردم عادی رو مورد آزار و اذیت و شکنجه و قتل و کشتار دست زده، استفاده کرده. فقط از مردمی که غیر مسلح بودن و اصلا چون در نوار مرزی قرار داشتن همیشه هم سعی کردن با هر دو طرف خوب باشن، یعنی ارتباطشون با فلسطینی‌ها خیلی بهتر بود تا مردمی که در عمق خاک اسرائیل بودن، چون به هر حال با همدیگه داد و ستد داشتن، با همدیگه رفت آمد داشتن، زندگی روزمره‌شون رو با همدیگه میگذروندن و این اتفاقات فجیع براشون افتاد.